بچه ها هیچ وقت امتحانش نکنین، خیلی افتضاحه. ای خدا یه واقعا دارم نمیتونم. درود دوستان، چطوری اومدم با یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو قرار چیکار کنیم؟ تو این ویدیو قراره که بفهمیم اگر 100 لیوان چای بخوریم چه اتفاقی برای بدنمون میفته. علتش چیه؟ الان که اونجا میرم اونجا حتما که باید احترام بگذارن، میگن تشریف بفرمایید ما اشتباهی شما رو گرفتیم. پس با من باشین تا بفهمیم که برای بدنمون چه اتفاقی میفته اگر 100 لیوان چای بخوریم. اینو توی نظرسنجی تلگراممون گذاشته بودم، این لینکش میاد اینجا و خیلیاتون گفتین که اینو تست کن و خب اومدم که تستش کنم. قبلش حتما کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. باعث میشه که من خیلی انرژی بگیرم و خیلی با انگیزه تر به ویدیو گذاشتن ادامه بدم. بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب، همونطور که میدونیم برای اینکه 100 تا لیوان چای بخوریم به 100 تا لیوان چای احتیاج داریم. چایامون هم تریاکی هست و داغه و باید منتظر باشیم که 100 بشه. ما 100 تا لیوان چای نداریم، پس توی یه لیوان 100 بار چای میریزیم و میخوریم. قراره که خیلی طول بکشه و خیلی قراره که اذیت بشیم. دوستان من قبل از اینکه ویدیو بگیرم 100 تا لیوان چای خوردم که ببینم زنده میمونم یا نه. خب زنده موندم. صبر میکنیم. من توی این فلاکسم چای ریختم، توی این لیوانم چای ریختم و بعد از اینکه 4 تا لیوان چای خوردیم 96 تا دیگه باید چای بخوریم. اینو دیگه یه ترک هم نمیدم. چای اول سرد شد، لیوان اول تلخه. آی داغه، خیلی داغه. کاش میذاشتم بیشتر سرد شد. این لیوان اول. من یه ایده ای دارم بچه ها. یه چیز به این گندگی آوردم که بکنم تو این دوتا حساب میشه، یعنی هر یه دونه از این میشه دوتا لیوان. بذارین ببینم. تقریبا 2 لیوان خورده ای حساب میشه هر یه دونه از این و زودتر سرد میشه. میریم برای پر کردن لیوانای دیگه تا وقتی این سرد بشه. خب دوستان به شدت بوی بگاهی میاد. یه بگاهی میاد. خیلی خوب دوستان، یه چای بزرگ که 2 تا حساب میشه، یه چای کوچیک که یه دونه حساب میشه. اینا آقا دیگه بقیه‌شو یه دونه حساب میکنه. این یه دونه هم این. هر چی ظرف هستش رو پر کردم. اصلا میتونم از 100 تا رو بخورم؟ داری میکنی بخور. چند تا برای چند تا ویو؟ برای چقدر ویو داری بدن تو به چخ میری؟ ای بخود این اوکیه. اونایی که فیلم یه حبه قند دیده باشن میفهمن. دوستان اگر دندونتون درد میکنه اصلا تستش نکنید. خیلی داغه. دیدین که این دقیقاً اندازه همینه، یعنی این 2 تا لیوان. پی بردیم که این اینا که خیلی هم بدبوان 2 تا لیوان چای توشون جا میگیره و این لیوان بزرگا هم 2 تا لیوان. دیگه واقعا دارم نمیتونم. داغه. هر شد بزنم. یخ زده. افتضاحه. زرد نخوری. ترک تو ترک هیچ وقت چای زرد نخوری. افتضاحه، به شدت افتضاحه. خدای من دوستان، حسی که الان دارم واقعا احساس میکنم که سردمه، چون کولر الان روشنه برای اینکه اینو زودتر سرد بشن و من بتونم بخورمشون. واقعا اینجوری دارم میشم از معده، انگار از زبونم یه چیز تلخ مونده توش. خیلی مزخرفه، حس بدی.
میدونم شاید چندش به نظر برسه ولی الان میخوام بالا بیارم قشنگ. دارم به کولر خاموش شد. افتضاح خیلی بده. بخور فقط بخور. بعد این ویدیو قرار چه اتفاقی بیفته؟ بچه ها هیچ وقت امتحانش نکنین، خیلی افتضاحه. حداقل تو سرما امتحانش نکنین. چای بی نظیرترین چیزیه که تو زندگیم خوردم ولی الان خیلی زیاد دارم. بچه ها نمیدونم معلومه یا نه ولی عرق کردم در حالی که خیلی سرده. تبلرز میگم این نه؟ خیلی بده. خیلی خب بچه ها فهمیدیم که نمیشه 100 تا چایی رو خورد توی کمتر از 3 ساعت. به هیچ عنوان نمیشه خورد و هرگز تستش نکنید، خیلی افتضاحه. بچه ها ببینید من الان خیس عرقم ولی خیلی سردم و احساس میکنم باید بالا بیارم. اصلا وقتی مشکل قلبی دارین اصلا سمت این کار نرین. حالا من هیچ مشکل خاصی ندارم ولی خب الان واقعا دیگه افتضاح شد، خیلی بده. خیلی خوب دوستان، یه ذره گذشت و من حالم بهتر شد و واقعا اون فکتایی که توی ویدیو بود، اون حرکات ریاکشنای من همشون واقعی بود. یعنی اینکه اصلا ادا در نمی آوردم، جدی همچین حسی داشتم. اینقدر فکر کن چیز تلخ باشه و اینا واقعا خیلی بد بود و الان حالم بهتر شده و خدا رو شکر. همون موقتی بود، چند دقیقه اول بود، نیم ساعت، 1 ساعت اول بود و درست شد. به هیچ عنوان تستش نکنید، خیلی افتضاح بود. الان من اومدم ویدیو رو یه بار نگاه کردم خودم و دیدم که افتضاحه. به شدت بوی بهایی میاد، واقعا افتضاح بود. و الان فکر کنم 11 تا لیوان چای خوردم. هنوز کلی مونده بود و الان کلی هم دم کرده بودم. من اینا رو میخورم ولی الان نه. خیلی خوب، امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما این ویدیو رو لایک کنین و به دوستاتونم معرفی کنین منو که شاید بخوان سابسکرایب کنن یا بخندن یا خورده. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. توی کامنت ها حتما بهم بگین که ویدیوی بعدی چی باشه موضوعش. و یه چیز دیگه هم ازتون می‌خواستم، اونایی که بلدن بگن که چجوری یه تماس تصویری با کیفیت داشته باشیم برای ویدیوی بعدی که یه نفر میخواد از من مصاحبه بگیره. میخوام بدونم که چه برنامه‌ای بهتره برای اینکه حالا تماس تصویری بگیره، کجا بگیره، چجوری بگیره برای اینکه از من مصاحبه بگیره و من ویدیوشو توی چنلم بذارم. ممنون که تا اینجا نگاه کردین، واقعا عشقین، دلم میخواد ماچتون کنم. خدا نگهدار.